خب ببین بچه‌ها، یه نکته جالبی بهتون یاد بدم. کلا کسایی که توی صنف کافی شاپ و رستوران هستن معمولا چون قهوه زیاد مصرف میکنن دندوناشون زرد میشه، مخصوصا اینکه دندونای پایین پشت دندوناشون به شدت زرد میشه. کلا سالی یه بارم برای جرمگیری میرن. یه نکته خانم دکتر به من یاد داد، من خودم سالی یه بار برای جرمگیری میرفتم. میگفت موقعی که قهوه خوردین تا 3-4 دقیقه اول این کار رو انجام بده، خیلی اون تاثیر داره که اون جرم روی دندونتون نمونه. اول از همه گفت یه قلوب بخور، کل دهانتون رو بشورید. دوم این که یه قلوب میخورید با زبونتون پشت دندوناتون رو یه مالش نرم میدید روی دندون، پشت دندون. من الان 1 سال بیشتر شده که هنوز پشت دندونام زرد نشده، مخصوصا که ما روزی 4 تا 5 تا شات قهوه مصرف میکنیم. اینو حتما امتحان کنید. اگر نکته‌ای بودش داخل کامنت برام بنویسید.